فرشته ها فقط در آسمون ها نیستند، قلب های پاک در همین گوشه و کنارند. دیگه از دوستیات خسته شدم. ماریچویی قلب بزرگی داره، دختری شجاع و سخت کوش که برای رسیدن به حق خودش می جنگه. او روزهای سختی رو پشت سر گذاشته، اما هرگز اسیر ناامیدی نمیشه و هر روز رو با لبخند و امید شروع میکنه. این فرشته زمینی یاد میگیره که عشق واقعی رو با آغوش باز بپذیره. تقدیر یک فرشته، شنبه تا چهارشنبه ساعت 22. تکرار شنبه تا چهارشنبه ساعت 16.